در پی انتشار کلیپ‌های تصویری و صوتی در فضای مجازی در چند روز گذشته در سطح استان کوهگیلو و بویراحمد با توجه به جریحه‌دار شدن احساسات و عفت عمومی جامعه، موضوع با جدیت هرچه تمامتر در دستور کار پلیس قرار گرفت. بلافاصله همکاران ما وارد عمل شدند و در ابتدا طی اقدامات فنی از طریق پلیس فتا نسبت به شناسایی این افراد و عاملین انتشار اقدام شد. هیچ، پشیمونم، غلط کردم، گول خوردم، این کارو کردم، پشیمونم. حاجی من تقاضا بخشش دارم، بخشن مردم بسه بودم کاری کردم، جه تقاضا بخشش دارم، میخوام ببخشنم. بخششی که اینو رسیم آبرو رسیم نه آبرو خواهم نسیدم سیخانه مادمم چونم یکم هیچ توانی بخشم فقط خانه مادرم نگالی که رو چردم تو که اوش آخه تو دید سقد اتباز توی چردم که دشگاهی میشه تو. مردم عزیز بدونن که خط قرمز پلیس در واقع امنیت مردم است. هر جایی که امنیت مردم توسط فرد یا افرادی از اعضای مختلف جامعه بخواد مورد تعرض و تعدی قرار بگیره، پلیس به پشتوانه قانون و با افراد مخل نظم و امنیت و کسانی که آسایش روحی مردم رو برهم بزنن قاطعانه برخورد خواهد کرد.